بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی در حلقه های آخر دیدم که پیامبر علیه السلام مدینه هجرت کردند، بعد دولت خود رو ساختند. نمیتونم به خلاصه بگم که پیامبر یقین داشتن که این قریشی ها پیامبر رو به حال خود نمیگذارند. بنابراین پیامبر وادار شدن که یکم داخل خانه رو به ترتیب درارن، یعنی با برادر کردن انصاری و مهاجرین. بعد از اون از طرف دیگر مدینه که یک شهر گوناگون نژاد بود، گوناگون دین بود، پیامبر بین مسلمان ها و یهودا یک عهدنامه نوشتند، یعنی که یک قانون مدینه یا دستور مدینه که علاقه اول مسلمان با مسلمان و مسلمان با غیر مسلمان رو به تنظیم می‌دارد. و گفتم که اونجا مشرکای مدینه نیز شامل بودن در اونجا. بعد از اون پیامبر داخل مدینه رو به ترتیب درآوردن، حرکت کردند که با قبایلی که در اطراف مدینه هست با آنها نیز پیمان بندند و خصوصا آن قبایل کلان و بزرگی که راه کاروانگرد قریش بود، یعنی که می‌خواستند که اقلا اونها رو بی‌طرف کنند که در حالی به راه کاروان رو گرفتن این قبیله ها بی‌طرف باشند و پیامبر توانند که یعنی حساب و کتاب خودشون با قریش رو به طور علاویدگی بدون دخالت قبیله ها نه به فایده خودشون نه به ضرر خودشون باشه. بنابراین یک نقشه خیلی زیرکانه بود که پیامبر با قبیله جهینه که اتفاقی را به امضا رساندن که این اونها را اقلا بی‌طرف میکرد که اونجا راه کاروانی قریشی ها بود. امروزه منطقه ینبع در منطقه حجازی سعودی هست. دوم گروهی که بود اونجا مشرکا بودند. خیلی مشرکا گفتیم سردار عبدالله بن ابی بن سلول بود و یهودا بودند. سه قبیله یهود بود. پیامبر اونها رو به ترتیب درآوردند و تا یکی از خاورشناسای یهود به نام اسرائیل بن زف میگه که متاسفانه میگه یهودای ما باباهای گذشته ما میگه به جای اون که به محمد یکتاپرست پیروی کنند، به محمد یکتاپرست رو طرفگیری کنند، شرک و اهل مشرک رو بر آنها ترجیح دادن، یعنی که از حقد و حسد خود. این نکته رو قرآن یعنی که جاودانه کرده. در قرآن میگه که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین كفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، یعنی اونهایی که نصیب از کتاب و از خواندن و نوشتن داده شده اند، میگه الله تعالی اونها ایمان به جبت و طاغوت دارند و اونها به جای اون که طرف مسلمان رو گیرن طرف مشرکای مکه رو میگرفتن. خلاصه مدینه رو یک آرامی نسبی فرا گرفت. اما پیش از اون که درباره اجازت شدن قتال یا اجازت شدن جنگ صحبت کنیم، دو حالت رو در مدینه گفتم میگذاریم برادرها. یکمش این فرض شدن اذان است. فرض شدن اذان از حدیث عبدالله بن زید آمده است که امام ترمذی و امام ابو داود آن رو روایت میکنند. یعنی مسلمان‌ها حیران بودن که چه خیل مردم به نماز فریاد کنند. بعضیا فکر می‌کردن که مثل همین نصرانی‌ها زنگوله زدن، بعضی می‌گفتن که مثل یهودا برای خود همون شاخه که با همون شاخ مردم فریاد میکردن که مثل سور. بعد عبدالله بن زید میگه که خواب دیدم، میگه مرد سبزپوش رو دیدم که در دست زنگوله داشت. میگه گفتم میفروشی؟ گفت چیکار میکنی؟ گفتم که مردم به نماز دعوت میکنم. گفت آیا به تو از این بهترش دلالت کنم؟ گفت بگه که الله اکبر. بعد لفظای از اون هم مرده که سبزپوش تلقین کرد به این. میگه سحری داوود آمدم نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، به خواب خودم گفتم، پیامبر گفت که خواب درست است و گفتن همین کلمه ها رو به بلال تلقین کن، چون که بلال آوازش بلندتری، آواز زیباتر داشت. بعد به بلال رضی الله عنه اون رو تلقین کرد و بلال برآمد مردم رو اولین بار به نماز دعوت کرد و به همین بلال سید مؤذنان شد. یعنی ببینید بازم اسلام از زیباییش اینه که از همه باشرفترین وظیفه رو به یک انسانی به اصطلاح زنگی دادن، انسانی که سیاه‌پوست بود، نژادش دیگر بود، لیکن اسلام از اول چه خیلی گفتیم دینی همگان است، دین همه عالمی‌ها هست، دین رحمت للعالمین است، به همه انسان با یک چشم نگاه میکنه. دوم نکته دوستان عزیز این تحویل قبله هست. اگر یادتون باشه در حلقه که درباره یهودا بحث میکردیم گفتیم که پیامبر علیه السلام اومدن در مدینه، قبلهشون طرف بیت المقدس بود، اونجایی که قبله یهودا بود و اینجوری باز یهودا فخر میکردن که همین پیغمبر که به قبله ما نماز میخواند الله برام که ما در دین حق هستیم، ما این اون هستیم. و بعد از 16 ماه از الله تعالی وحی آمد که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یعنی که
موتوردیده شدیم، حالت روانی تو آگاه هستیم. پیامبر صلی الله علیه و که همیشه به آسمان نگاه میکردند و انتظار وحی بودند که کی قبله به سوی کعبه باز میگردد و الله تعالی گفت که ما تو رو به قبله توجه خواهیم کرد که تو از آن راضی هستی. و بعد از 16 ماه قبله تحویل شد و به مکه یعنی که به سوی کعبه گشت. خب دوستان عزیز، خلاصه باز میگردیم به وضعیت مدینه. وضعیت مدینه یک وضعیت بسیار خطرناکی بود که قابل انفجار در هر زمان بود. بس به اون که مثال گوناگون ملتی بود، در اونجا دین‌های گوناگون وجود داشتند و اطراف قبیله‌های چپاولگر وجود داشتند. از طرف دیگر قریش قصد هجوم به مدینه را داشت، قصد ریشه‌کن کردن مسلمان‌ها رو داشت. بنابراین وضعیتش هر وقت قابل انفجار بود. باز میگردیم مدینه عبارت از مشرکا بود که راهبرشان ابن ابی بن سلول تا حال اونها نفاق خود را اعلان نکرده بودند و یهودای مدینه بود. و پیامبر معاملشان با مشرکان بود که طبق قانون مکه و اعرض عن المشرکین، از آنها رو تاب، یعنی که با آنها یگان عکس العمل نشان نده. یعنی تا حالا قانون مکه رفته است، چون که در مکه مسلمانان ها شکنجه شدن، عذاب داده شدن، هر نامقوله بولی اونها روا دید که مشرکای مکه، لیکن مسلمان ها عکس العمل نشان نمیدن، چون که اون زمان شریعت اونها رو به عکس العمل اجازه نداده بود. خب لیکن وقتی مدینه آمدن مسلمان ها صاحب دولت شدن، صاحب شوکت شدن، دیگر لشکردار شدن، صاحب پرچم شدن، صاحب زمین شدن، وطن دار شدن، سرزمین دار شدن. اینجا اجازتی قتال یا اجازت نبرد برای اونها نازل شد. الله تعالی گفت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. یعنی اینجا این آیت برای مسلمان های مدینه، برای اونایی که از مکه هجرت کرده آمدن و مسلمان ها عموما به شکل عام، الله تعالی اجازت داد که بسیار بیان که اونها مغلوب هستند، بالی اونها ظلم بسیار شد، اجازت هست که اونها ظلم را، یعنی قوت را به قوت دفع کنند، قوت مشرک را از سر خودشون به قوت دور کنند. خب اما خیلی گفتم زمان مکه اقتضا میکرد که مسلمانان صبور باشند، عفو کنند، گذشت کنند و با اون یعنی یک نوع با اون آموخته شده بودن، مسلمانان عادت کرده بودن به اون چیز. بنابراین این قانون وقتی اومد شاید مسلمانان حیران باشن که ما برای کی جنگ کنیم، برای چه جنگ کنیم، در راه کی جنگ کنیم. عواقبش نمیدونستن که مثلا انسانی که کشته شود چی، از انسانی که غالب است باید چیکار کنن، انسانی که مغلوب در حال مغلوبیت چیکار باید کرد. میبینیم که پیامبر علیه السلام اونها رو چگونه در این راه تربیت میکنن. یعنی که پیامبر میگفتن که همیشه نبرد برای الله تعالی هست، در راه الله تعالی هست و نه این جنگ هایی که ما میکنیم، گفتن پیامبر نه برای نفس است، نه برای من است، نه برای پیشواگی پیامبر است، نه برای مال دنیا هست، نه برای دیگر چیز است، بلکه همیشه هر جای قرآن وقتی که کلمه جهاد یا نبرد می آید همراهش واژه فی سبیل الله می آید. مثلا الله تعالی میگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. یعنی الله تعالی از مؤمن ها نفسهای آنها را خریداری کرد که در مقابل آن برای آنها بهشت عطا میکند. و آن مسلمان ها کیا هستند؟ اونایی که در راه الله تعالی جهاد میکنند یا که در راه الله تعالی قتال میکنند. کلمه فی سبیل الله اینه که در راه الله رو، یعنی که غیر از این وای دیگر نبرد شرعی حساب نمیشود. ابو هریره از پیامبر علیه السلام روایت میکنه که پیامبر ما علیه السلام میگن که والذی نفسی بیده، یعنی قسم به آن ذاتی که جانم در دست اوست، لوددت ان اغزو فی سبیل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. یعنی کاش که آرزو میکنم، تمنا میکنم که در راه الله تعالی جهاد کنم، کشته شوم، باز زنده شوم، جهاد کنم، باز کشته شوم، باز جهاد کنم، باز کشته شوم. یعنی اینجا ببینید کلمه باز فی سبیل الله همراه شده است. یعنی این البته برای شنونده ها یک تأثیری عجیبی میگذاشت. یعنی برادرای عزیز ببینید این حدیث هم و حدیث آیت پیشنگی که خواندیم اذینه، یعنی که اجازت بود، حالا فرض نشده بود این چیز بالی مسلمان ها، یعنی اجازت داد الله تعالی بر اونها چون که مسلمانان رو زینه به زینه آماده کند به جنگ های آینده که در مقابل مشرکا خواهد شد یا اینکه در جنگ هایی که کافرها بالی مسلمانان تحمیل خواهند کرد. باید مسلمانان آماده باشند، یعنی که طبق همین آیت. یعنی الله تعالی اجازت داد تا اینکه دادخواهی کنند، داد خود را از اون مشرکا خواهی کنند، دادخواهی کنند، یعنی که حق خود را طلب کنند. یعنی اینجا ظالم کی است؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، ظلم کرده شدن ظالم کی بود؟
مشرکای مکه بود. ظلم اونها چه خیلی بود؟ یعنی ظلم شاخدار بود. ظلم در مال، ظلم در فکر، ظلم در آزادی عقیده، آزادی دین، ظلم در جسد، شکنجه و عذاب و ظلم با کشتن و با چپاولگری و ظلم با اخراج انسانها از سرزمین و از وطنهایشان، ظلم درباره سیاه کردن آبروی آنها توسط رسانه ها و همچنین با حبس و زندان کردن آنها، ظلم بالای ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. یعنی الله تعالی بنابر همین مشکلی هایی که بود برای مسلمان ها اجازت قتال رو داد. خب مسلمان ها باید چگونه این ظلم رو دور کنن از خودشون؟ یعنی هجوم به مکه کنن مثلا، یا اینکه آیا همین منطق درست است که حالا قوه نو هستند، دولت نو هست، علاوه بر این دشمنی داخلی دارد، دشمن خارج دارد، اطرافش به دشمن ها بسیار است، یعنی آنها آیا منطقا میتونستن که به مکه هجوم کنن؟ یعنی با همین نزول آیت گویند که ما به مکه هجوم بکنیم، یعنی که دیگر نمودی جنگ ها را. لیکن پیامبر علیه السلام حل مثالی همین آیت را در هجوم به کاروانهای قریش گرفتن که به شام میرفت یا از شام میآمد. کاروانهایی که به شام میرفتن یا از شام میآمدن حتما از مدینه عبور میکردن یا که از نزدیکی های مدینه عبور میکردن. خب این چرا؟ یکمش این کاروانها را قوه اندک حمایت میکرد. دیومش از نزدیکی مدینه میگذشت که دسترسی مسلمان ها بود و مسلمان ها در مدینه نیروی کلان حساب میشدن. جزء از مالهای مصادره شده خود را که در مکه شده بود اون را بازپس میگرفتن. یعنی جزء مالهای مصادره کرده شده از طرف محکمه مکه که مشرکای مکه اون را مصادره کردن، این را بازپس مسلمانان میگرفتن با هجوم کردن به کاروان آنها. سومش این است که با این هجوم به کاروان هم دشمن‌های داخلی و هم دشمن‌های خارجی رو پیامبر در دلشون وهم می‌انداختن و قوه بدون و نیرو بدون خودشون برای اونها نمایش می‌گذاشتن. انا که امروز ببینیم برادر عزیز همین خاورشناسان مثلا دعوا کردن میتونن که مسلمان‌ها دست به خون زدن، به مال زدن، به این کردند و اون کردند و یعنی که اینجا ببینیم یک جنگی هست که از دو طرف اعلام شده است. یعنی در حالی که مشرکای مکه بالای پیامبر جنگ اعلام کردن، پیامبر نمیتونن دست کشاده شینن یا دست بالای منش بگذارن فکر کنن شینن. یعنی مجبور بودن که از خودشون دفاع کنن، از صحابه‌شون دفاع کنن، از اونایی که مالاشون رو مصادره کرده بودن، اونایی که شکنجه شدن، اونایی که عذاب شدن، اونا رو باید پیامبر دفاع میکردن. اونا مثال تا حالا بعضی هم خاورشناسان مثلی خیلی میگن گریه تیمساحانه دارن، میگن که محمد چپاولگری میکرد، کاروان‌های آدم‌ها رو هجوم میکرد، مال‌های اونها رو مصادره میکرد، یعنی که فلان کارو بیسپدان کار رو میکرد. یعنی همین خاورشناسای جنایتکار انگلیس آمد هندوستان از چند صد ساله ها غارت کرد. فرانسه رفت افریقا رو چند صد ساله ها غارت کرد و تا حال غارت دارد. همه خب است. درباره اونها هیچ کس گپ نمیزند. امریکا رفت مردم بومی و امریکای شمالی رو از زمین نیست که صدها میلیون، یعنی که ده ها میلیون انسان رو نابود کردن، خانه آنها رو گرفتن، زمیناشون رو گرفتن، طلاهاشون رو گرفتن. هیچ کس برای اونها گریه نمیکنه. برای هم 4 جنایتکار قریشی که پیامبر در مکه آزار دادن، از مکه بیرون کردن، تمام خاورشناسان امروز گریه دارن که چرا محمد این کارو کرده است، این بود، این فلان بود، بیسمدان بود. یعنی جنایتایی که در پیش چشمشون میشه کسی نمیبینن. یعنی همیشه اونها ترازوی دخورگی دارن در سیاستشون، در نظرشون، در فکرشون. یعنی ببینید امروز میتونم گفت که شرف جنایت‌های گوشناشونید یعنی که کرده دستی کی است؟ میوه دستی کی است؟ میوه دستی اونهاست. شرف جنگ یکم جهانی میوه دستی کیست؟ که میلیون ها 10 میلیون انسان کشته شد. شرف جنگ دوم جهانی رو که در دست دارد، در سینه اش دارد، بازم اونها دارد. میلیون ها 10 میلیون انسان کشته شد. چقدر ضررها به اقتصاد دولت‌هایی که در این جنگ شریک شده بود. یعنی مسلمان ها در طول سیره پیامبر، در 10 سالی که پیامبر زنده بودن، تمام جنگ‌های شده است. اکثری شمار جنگی شده است میگن که 54 تا جنگ غزوه سریه هست. در همه اون 1000 تا آدم کشته نشد از اون طرف. تصور کنید. خلاصه مسلمان‌ها تصمیم گرفتن که به کاروان‌های مشرکا هجوم کنند. اما این هجومی که پیامبر می‌خواستن کنند، هجوم البته بی سر و سامانانه نبود. همه خیلی برام بیا رفتن کاروان بود از خیلی نه. یعنی پیامبر علیه السلام اول
میتونم به زبان حاضر بگم پترول های منظم گذاشتن در راهی که کاروان بگذارن. پترول ها از مهاجرا بود، اونها میرفتن، یعنی که بنابرد همون راهی گذشتن قرایش را کمین میگرفتن، مینشستن، کای میگذارد، چند کس میگذارد، کدام مثلا عادتا چند نفر اون را حمایت میکند، لشکر اونها از چند کس عبارت است، یعنی که معلومات های استخباراتی جمع میکنن. رزویدکا بود اونجا، رزویدکا میرفت پیشگی اون رو معاین میکرد، بعد پیامبر پیش معلومات میدادن، پیامبر بعد تصمیم خودشون رو میگرفتن. یعنی که به همین شکل، یعنی که بی سر و سامانه نبود، پیامبر هیچگاه به نقشه یگان کار رو نمیکردن. اینجا ما گفتم که همین گروهی که برای رزویدکا میرفت و برای معلومات استخباراتی جمع کردن میرفتن، بسیارتر فقط مهاجرا بودن، برای چه انصارا نبودن، برای اینکه انصارا فقط عهده‌داری اونها این بود که در مدینه پیامبر رو حمایت میکردن، بنابراین پیامبر اونها رو مجبور نکردن که اونجا رو برن، فقط از مهاجرا این گروه ها رو تشکیل کردن و اونها برای پیامبر معلومات جمع کردن. با همین قدر اکتفا میکنیم دوستان عزیز. ان شاء الله امیدواریم که حلقه برای شما مفید باشد و در حلقه آینده درباره بعضی غزوه‌های پیامبر و بعضی سریه‌های پیامبر که خیلی سر و صداهای بلند ایجاد کرد در اون زمانه در رسانه‌های نیم جزیره عرب، در اطراف اون صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.